درست است که ادعا خب بارها از طرف کشور پاکستان شده که گویا TTP در افغانستان حضور داره. اصلا این ادعایی است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که TTP در افغانستان حضور داشته باشه. اینا همه ما شما درک داریم و میدانیم که TTP در پاکستان مراکزی آشکار داره و ساحاتی را در اونجا او تحت تسلط و تصرف خودش داره و از اونجا عملیات را بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه. این یک مسئله واضح و مبرهن است که اونا در اونجا از خود مراکز دارند و در افغانستان هیچ کس این را ثابت کردن نمیتونه که در یک گوشه از افغانستان TTP برای خود مراکزی داشته باشه و این را همون طوری که امارت اسلامی تعهد کرده است که از خاک افغانستان به هیچ کشوری حمله نمیشه و به این تعهد خود پایبند است و اگر در افغانستان حضور داشته باشند این را اجازه نمیده که از خاک افغانستان عملیات را طراحی بکنن و بالای پاکستان او را به اجرا بگذارند، بلکه مراکز اونا بیخی آشکار است که در خاک پاکستان حضور داره و اونو مناطق را در پاکستان تحت تسلط و تصرفشون دارن، از اونجا عملیات را اندازی میکنن. این ضروری نیست که دیگه مقامات پاکستانی بار چیشانه اما کمزوری خود ضعف خود بالای افغانستان باندازن و گویا TTP اینجاست و از اینجا حمله میکنه. نه، ایره ما قطعا رد میکنیم و TTP در خاک افغانستان نه مرکز داره و نه حضور داره و نه از اینجا تمویل و تجهیز میشه.